کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن جلوگیری از رسیدن بودجه امریکا به امارت اسلامی می باشد. جیم ریش رئیس این کمیته گفت که بیش از 2000 امریکایی در افغانستان کشته شدند و بیش از 20,000 تن دیگر زخمی شدند. فرستادن پول مالیه دهندگان امریکایی به طالبان یا امارت اسلامی خیانت به قربانیان جنگ افغانستان است. این در حال است که امارت اسلامی افغانستان هر گونه دریافت مستقیم کمک مالی از سوی ایالات متحده را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به تازگی گفته است که امریکا هیچ پول را به امارت اسلامی ارسال نکرده، بلکه این بودجه ها در قالب کمک های بشردوستانه و از طریق سازمان های بین المللی هزینه می شود. با اوجا آمریکا و بعضی کشورهای دیگر هم اعانه و کمک میکردن با مؤسسات، ولی کاملا زیر کنترل مؤسسات بود. همون 40 میلیون دلار هم از همون پولی است که به مؤسسات به خاطر تطبیق امور بشری و حقوق بشر مصرف میشد. خب به خاطر امارت اسلامی افغانستان یک پول هم کسی روان نکرد، یک حبا و یک افغانی هم کسی روان نکرد و یک دلار هم نداده و ما نیاز هم نداریم. پالیسی همی است که ما کمک از کسی نمیخوایم. ما خصوص آمریکا که ما در جنگ بودن، یک پولش هم به افغانستان نامده به خاطر کمک با حکومت و نظام. اظهارات دو طرف در شرایط مطرح می شود که موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان کابل و واشنگتن به شمار می رود.